همدیاران عزیز گرامی قدر، با شما هستم شراف‌الدین گدویف. بعضی از آبصافکنکان محیدین کبیری خب در یک جای گپ میگوید، در یک جای گپ سخنش با گفتار رفتارش نیست. شاید همین آدم رو گفتار رفتارهاش یک 10 برآمد همین شما تحلیل کنید، شما میفهمید که کیستان است و 6 سال شد در پیمان ملی تاجیکستان است و در مدت همین 6 سال نتوانست هیچ یک پیشروی در پیمان ملی تاجیکستان. در مقایسه با رحمانوف میگوید که این 1000 مراتب ظالمتر از رحمانوف بوده است و همین خاطر این رو خوب با همین روش کارشان بله بسیار انسان‌ها رو تهمت کرده است، بسیار انسان‌ها رو حتی کشتن و بسیار انسان‌ها رو نابود کردن. من در آینده در ردهایی که به اقبال خبیثی شرمنده میزنم تاریخ کشتن علمایشون رو که حتی در همون وقتش این علما رو کشتگن بیان میکنم. سیاست اهل سنت و الجماعت این چنین نیست. قرآن سیاست دارد، سنت سیاست دارد، دین ما سیاست دارد. سیاست دروغ گفتن نیست، سیاست ناحق آدم کشتن نیست، سیاست آدم بر دروغ خیانت کرده فروختن نیست، سیاست تهمت کردن نیست، سیاست یک گروهی متشکل جنایی شده مردم در هر کجا قاپیده تهمت کردن نیست. سیاست به مانند زنهای فاحشه گفتم نگفتم دروغ راست غلغله کردن نیست. سیاست در نزد اهل سنت و الجماعت پاکی است، سیاست پاک وجدانی است، سیاست حق گویی است، سیاست اصل و اساس سیاست عدل است، عدالت است، دور شدن از ظلم است. هر سیاستی که بنیاد به ظلم شد شکست نزدیک است، برای شکست نزدیک است، سقوط نزدیک است. سخت‌ترین شکست را همون سیاست مدار و جماعت های سیاسی می‌بیند که عدل ندارد. سیاست در اسلام پایه اولین سیاست عدل است، انکار ظلم است. در زیر یک حکومت اسلامی از سبب عدل الله را ببینید که گفت یهود، نصارا، مجوس زندگی میکنند آزاد با شرط های 10 شرط عمر گذاشته رضی الله عنه که از قرآن و سنت این شرط ها رو عمر رضی الله عنه گذاشته. شروط العمریه می در کتاب احکام اهل الذمه ابن القیم الجوزی ذکر کرد. عدل این است. نام دست بزنی که حرام خور اوگک زاگی تو فکر هم خونه ما را نکرد بانگی در دهن من خیلی مردک دکتون رو میگم فهمیدی خاطی بدبختی بند زدن کار خوبه میگم اینه من قطعی تو گپ زدن چون نومرد من شو خواهرت بدم خواهرت گفت که من اومردم بس خواهرت گفت بدشم خواهرت گفت بس اوچای مردگیت گفت که من نومردم کی گفت نومردم کی گفت میدونی شدن همشت بود ولی کل بیاد به اخرات دعوت گویده بودنت ازمتو تا بس نه اخی ما دعوت شد پرپا کردی تو پشت بز گوش کن بزی چا گوش کن عروس بزی چا ما بده قزاق عروس اقبال تو بزرگی نیستی نه عروس اقبال عروس اقبال گوش که پدر است بزن دوم شبزن ولی ابر دوم شبزن یا بار دوم شبزن ما گپ زنم تو بتونی گپ زده خدمانه عروس اقبال برای یک آدم نشان میدهد که همین نوع عهده برای این باعث شد که با داشتن 40,000 اعضا در تاجیکستان نتونست یگان چیز را تغییر کرد. حالا در دور نشسته در این کارو کرده میتونه حالا برود در این سازمان میره در این سازمان میره گرانت میگیره. گرانت ها برای کی میگیره؟ برای مبارزه میگیره، برای خشتباری خودش میگیره. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آورد در همین اطراف چند تا خشتباری خودش
جابجا کرد. حالا برای مهم نیست که به هدف میرسد نمیرسد، چون در صحبتش میگه که یگام حرفی برای برگشتن ندارد، یگام برنامه برای برگشتن، یک برنامه در حالت یک حالت فوق‌العاده ندارد. وقتی که یک رهبر اپوزیسیون برنامه برای برگشتن یک حالت فوق‌العاده نداشته باشد، اون چه رهبری است؟ به این خاطر 60 ساله شد این مردکم، پیر شد، باید رود کادرهای جوان تیار کند. تو امروز چند تا کادر جوان همین آدم آماده کرد؟ هیچ چیز. به این خاطر اون چیزی که حالا ابصاف کنکارش میگه، هر کسی که میگه اون یک مسئله دیگه است، چون اینا عادت کرده هستن. هر کسی که با اینا نبود خائن است، منافق است، نمیدونم هر چیزی که اینا دیگر میگن. گذشته از این باید همه ما شما این اقرار شویم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک طرف جنگ شهروندی بود و خون شهیدان، خون اون نفرانی که برای عدالت رسیدن به یک حکومت ارزنده مبارزه بردن، اومدن خون اینها را به چی فروختن؟ به 30%. بعد اومدن همون خودشان با خودشان کشتن. اشتباه کردن. باید بگویم که با همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برابری محیدین کبیری پیوستند. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله سبحانه و تعالی را حمد و ثنا و شکر و ستایش میکنیم. حق است و یکتا است و بی‌نیاز است و همه وعده کردش حق است و به وجود آینده است. یقین داریم که شک نیست. امید ما تنها الله است، ترس ما تنها از الله است و محبت ما هم تنها به خاطر الله است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، بارک الله فیکم. و این چنین مراجعت من به تمام مسلمان هایی که در تاجیکستان هستند، مسلمانان تاجیک که در تمام روی عالم هستند. خطاب من این چنین به همه اونها است. امروز تحلیل مسائل سیاسی حلقه هفتم است که ما یک چند نکته های خیلی هم مهم و ضروری را به شما ذکر میکنیم. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، همه مسلمان ها، چند سال است همه شما از مبارزه شدید بین حق و باطل، بین توحید و شرک، بین ایمان و کفر، بین اسلام و شرک، که این مبارزه اهل سنت و جماعت به این حزبی های رافضه هست، یک چند سال است مشاهده کردید. همه شما با خبر است چقدر بین ما و بین این نهضتی ها که دعوای خیلی هم مسلمان های بالا رتبه دارند شدیداً رفته ایستاده است. این یک چند سال است که رفته ایستاده است و همه شما از تهمت های این حزبی ها کرده، از دسیسه های اینها کرده به بالای بنده با خبر هستید. محمد اقبالی شرمنده، روسیا، الله خارج بکند، اخزاه الله، اخزاه الله، سال 2022 با یک شاگردش، با یک جانی برادرش، جمپولیک جمشید گمراه گشته بنگی، در افیر برآمدند. بنده را خیلی تهمت ها کردند، به جماعت ها نسبت دادند، طعنه ها کردند، تهدید کردند. حتی کار به جای رسید که هر دوی این فریبگر، این بندیت ها، این گروپ رافکه آدم کشای بندیتیزم ها
به بالای سری بنده 200,000 مبلغ گذاشتند. محمد اقبال و جمشید اینها گفتند که هر کسی که ابو محمد مدنی را در کجا بودنش را به ما بگوید، یا او را نابود کند، بکشد، یا بزند، بشکند، نابودش بکند، ما به او 200,000 میدیم. اینها گمان کردند که ابو محمد مدنی حمایتگری ندارد. البته که اینها کافر هستند، به الله ایمان ندارند، البته اینها همچنین گمان کردند. لیکن ابو محمد مدنی و این برادرانش، این اهل سنت و جماعت تاجیکستان، این طالب علمان اهل سنت و جماعت تاجیکستان، الله دارد، پشتیبان ما الله است، رب العالمین است که خودش گفت که هر کسی که دعوت کرد، حق را رسانید و بجز الله از کسی نترسید، الله کفایت او است. ولم یخش الا الله و کفى بالله حسیبا. الله سبحانه و تعالی کفایت کننده ما است. وقتی که این سخن را گفت، همه برادران و خواهران موحدین دست برداشتند و دعا کردند که الله این خبثا را شرمنده کن، با مکر کشیدهشون خودشون را گرفتار کن. بنده خودم با الله معبود برحق، ربم، الهم، رب العالمین شکایت کردم و گفتم ای الله نصرتم ده، من مظلوم هستم، اللهم اینی مظلوم فانتصر، الله من مظلوم هستم نصرتم بده، به سوی تو شکایت میکنم. اللهم اضرب الظالمین بالظالمین و نجنا منهم سالمین. ای الله ظالمان را به ظالمان بزن و مرا از اونها نجات بده. ای الله مکرشون را به خودشون بگردان، چخیلی که خودت گفتی که و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر کردن و الله بهترین مکر کننده است و مکر خودشون را به اونها گردان. اینهایی که اتفاق داشتند بر ضد اهل توحید، بر ضد اهل سنت و جماعت، این رافضه ها که بر ضد اهل سنت و جماعت دست برداشته بودند، خیلی خوشحال بودند. این برای بعضی ها مدت زیاد است، برای بعضی ها کوتاه است، برای ما مدت کوتاه است. اندکی نگذشت، 1 سال 2 سال، دیروز دیدیم که برادرها خبر دادند که چقدر همدیگریش را دشنام، تحقیر، همدیگریش را بنگی گفتن و آدم کش گفتن و همدیگریش را دزد گفتن و کبوتر گفتن و فلان و بسمدان کردن است. انا همین است که اینها باطلند. باطل بودن اینها همین است برادرم و خواهر عزیزم. مشرک بودن اینها، باطل بودن اینها که مشرکیشون را ما صدها بار اثبات کردیم. و باز یکی از دیگر همین است که الله در قرآن میگه ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هر یک دعوتی که، هر یک گروهی که، هر یک جماعتی که منهجش از غیر الله باشد، از غیر الله باشد، در او اختلاف زیاد دیده می شود. الله خارشان کرد، مکری کشیدهشان را به سری خودشان زد. او انسانی که به سری ما 200,000 مانده، امروز به سری پول مبلغ دیگرها او را هجوم میکنند. انمین نصرت الله است، انمین پشتیبانی الله است. الله این خبثا را خار کرد، لیکن این کم است. باز اهل توحید دعا بکنید که الله اینها را دوباره خار ذلیلشان بکند. اینهایی که به دین الله قدر قائل نیستند، اینهایی که به یگان مسلمان قدر قیمت قائل نیستند، این خبثایی که بجز نفس خودشان دیگر هیچ کسی را نه احترام نه آداب و اخلاق ندارند، الله خارشان بکند. هم اقبال و هم جمپولی، این خبثا متهمترین، پسترین از زنهای فاحشه هم پسترین انسان است. من والله گفته بودم به اقبالی شرمنده گفته بودم که این کسی که در نزد تو با این چشمهای دیوانگیش، این جمپولی که احمق مشرک است، سرت را نمی روزی از روزا میخورد، مرمت از هم دیگرش فرار دارد میکرد. انمین از شرمندگی این خبثا. انکنون نقطه اساسی انمین است که
الله سبحانه و تعالی میگوید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شما گمان نکنید، همچنین مپندارید که الله رب العالمین غافل از کردگار و کرده های و عمل های ظالمان است. والله الله از کار یگان ظالمین بیخبر نیست. الله از همه ظالمین باخبر است، کم است یا زیاد است، ولی وقت میدهد در فرصت معین، در حالتی که خودش الله در کدام حالتی در وقتی است اونها رو جمع میکند و میگیرد و میکشد. عاقبت ظلم نابودی است، عاقبت ظالم نابودی است، عاقبت ظلم ظالمی شکست پذیری است، نابودی است و پراکندگی است، چهره سیاگی است. زیرا که الله ظالم نیست، ظالمان را دوست ندارد. الله ظلم را به خود حرام کرده و به دیگران هم حرام کرده است. تهمت کردن موحدین، مسلمان های اهل سنت، تهمت کردن، طعنه زدن، دشنام کردن، به سر موحدین مبلغ گذاری کردن، کشتن و نابود کردن اینها در درون سنتر اروپا ایستاده حکم قتل دادن مسلمان ها. البته که این ظلم است، این ظلمی که به سر ما موحدین کردن، این رافضه های خوب است به سر ما اینقدر ظلمی که کردند. شکایتمون را به الله کردیم که الله خورشون بکنه، تهمت های کردهشون را به سرشون بزند، به سر فرزند و پدر و مادرش بزند، به سر خانوادهش بزند، از تهمت نبراید. الله کرده را کشون که چقدر به اهل توحید ظلم کردند، چقدر تهمت کردند، به جماعت ها نسبت دادن، دین ما را بر دروغ طعنه زدن. سبب در چیست؟ سبب در این است که اینها دو مشکلی دارند. مشکلی اول، دین خود را به خاطر پول مال دنیا فروختند. مشکلی اول نفسشان. مشکلی دوم، این خوبسا به خاطر کرسی به رافضه ها و به یهود ها یک جا شدند. محمد اقبال خبیث نجس را میدانید که شما این هم یهود و هم رافضه است. سید یونسی از طرفشنی را استاد میگوید، برادر میگوید، من به اینها کاری ندارم میگه. در پیمان ملی اینها، در پیمان ملی که در درونش 4 گویا که حزب بر دروغ ساخته مثل کاغذ حاجتخانه ساخته هستند، یکی از اینها انجمن آزاداندیشان تاجیک میگن رافضه است. رافضه های اسماعیل پامیری و رافضه هایی که تاجیک هایی که در ایران خواندند، هزارها تاجیکی در ایران خوانده. با رافضه ها هیچ مشکلی ندارند، رافضه ها را برادر میخوانند، رافضه ها دوستی میکنند، اما اهل سنت را طعنه میزنند، اهل سنت را کشتن میخوانند، به سر اهل سنت 200,000 را میماند. امروز کار به جای رسیده است که این بنام مخالف ها، این بنام مخالف های حکومت تاجیکستان، حالتشون، دیکتاتوریشون از حکومت تاجیکستان هم گذشته است. ما برای همین گفتیم که ما نه حکومت طاغوتی را قبول داریم، نه این حزبی های رافضه طاغوتی را قبول داریم. این رافضه ها را هم قبول نداریم. هر دویش هم ظالم دیکتاتوری خبیث، هر دویش هم اهل سنت را میکشند. اما دیکتاتوری که از این بنام مخالف این حزبی ها دیدیم، از هیچ کسی ندیدیم. اگر در یاد داشته باشید، من 4 سال پیش 2020 به شما برادران و خواهران گفته بودم، وقتی که به اقبال شرمنده من رد زدم، گفتم که وای بر حال شما، وای بر حال جماعت و مردمی که اینها سردار اون جماعت و مردمند، وای بر عاقبت شما که به این رفت و رویشتون بدتر از حکومت تاجیکستان میشوید. آشکار و واضح در پخش مستقیم، آیا همین امکانیت درست است؟ در پخش مستقیم برای 200,000 برای نابود کردن یک طالب علم اهل سنت. برای چی؟ سبب در چیست؟ سبب در این است که من یک طالب علم آزاد اهل سنت و جماعت مذهب اینها را قبول نکردم، پارتی اینها را قبول نکردم، به خاطر اینکه دین من مخالف پارتی بازی است، دین من، مذهب من مخالف رافضه است. من نوکر ایران هم نیستم، نوکر دیگر جا هم نیستم و من نوکر حزبی شیطانی رافضه هم نیستم.
ما که به این رافضه ها به نوکرهای این رافضه مبارزه میبریم، این خوبسا ما را به کشتن تهدید کردند. بسیاری تاجیک ها بیخبرند، یعنی بسیاری مسلمانان برادران ما بیخبرند که اینها یک چند نفر را از اروپا راندند، هم برادرهای مسلمان را شاید، و اینها یک چند نفر را ترمه هم کردند. یک نفر دکتر در علم خیمیا بود، عبدالسلام آدینزاده، اون را از نامش نوشتند. در استرالیا او را 3.5 سال محکم کردند. سخنهای خود عبدالسلام آدینزاده را گوش بکنید که کی نوشت از بالای او، کی ترجمه کرد. حزبی ها به همکاری حکومت ایران این را محکم کردند و عیناً همین کار را به سر ما هم کردند. به سر ما تهمت کردند، به سر ما نوشتند، به تمام کشورهای این طرف و آن طرف دادند. والعیاذ بالله، فقط تهمت و دروغ است. برای چی؟ برای که ما اهل سنت هستیم. این خوبسا رافضه هست. ما وقتی که رافضه بودن اینها را انکار کردیم و نخواستیم که تاجیکستانی که اهل سنت و الجماعت است به زیر رافضگی رود، اینها به فروختن شروع کردند. ما گفتیم اینها بزترین مردم، خبیثترین مردم، آدم کشترین مردم، بی قدر و بی قیمت ترین مردم، یک حدود انسانیت ندارد. گفتیم امروز ببینید اینها همه را فروختن، کار نوبت به خودشان رسید. حالا در اروپا اینها یک گروهی متشکل جنایی را بنیاد کردند. در اروپا برادران مسلمان، ای مسلمانان اهل سنت و جماعتی که در اروپا اگر باشید، احتیاط شوید از فتنه های این حزبی ها، احتیاط شوید. شما را به فتنه ها گرفتار کردنشون ممکن است. یگان عمل های بد کرده به سر شما زدنشون ممکن است. در حقیقت همون تروریستی که میگن اینا خودشون هستند. حالا در اروپا انمین بنام شاگردان کبیری، شاگردان محمد اقبال، یک گروه جنایی، یک گروه متشکل جنایی را ترتیب دادند که از یک چند نفر عبارت بوده. اینها انسانها را میقاپند، میبرند، تلفن‌هایش را جاسوسی میکنند، میزنند، میکوبند و به گردنش تروریستی مانده ایستادند. در درون اروپا هم کار را میکنند. من عاقبتش این آدم کشا، این آدم رباها، این تهمتگران متهمان، این نترسیده در بین میلیون آدم به سر یک آدم 200,000 پول ماننده ها حکم قتل ما را در پخش مستقیم برابر در اروپا میشیند. در سنتری اروپا، من نمیدونم که در اروپا آیا همین کار جایز است ناجایز است، من نمیدونم. در همون بین اروپا نشسته حکم قتل مرا و یک چند دیگر مسلمان ها را برآورده به سر من 200,000 مبلغ گذاشته. آزاد آدم کشی میکند، فتوای آدم کشتن میدهد. حالا شاگردان محمد اقبال محیدین کبیری گروهی متشکل جنایی باز کردند و این گروهی متشکل جنایتشان را اداره و کنترل کردن نتوانسته. در بین خودشان اختلاف به وجود آمده. گروهی متشکل جنایی سر و اسرار اینها را فاش میکند، اینها سر و اسرار گروهی متشکل جنایی را باز میکند. نام گروهی متشکل جنایی اینها سیستم است. سیستم. میدونم که چی سیستم است. همه شما میدونن چی است. اینا آدم‌ها را میربایند، اینها جزا میدهند، خودشون جزا میدهند. من عاقبت حزبی ها جزا میدهند. شاگردای محمد اقبال، انمی جمپولیک، دوست نزدیک، دست راستی محمد اقبال، در برنامه های محمد اقبال می ایستاد، گپ میزد، فتوا میداد، مردم حکم قتل میداد. محمد اقبال او به طرفداری میکرد. عاقبت رافضگی انمین است. عاقبت پول حرامخوری انمین است. عاقبت بدین الله و رسول بازی کردن همین است. مکر کردید، جواب مکر شما را الله به خودتون داد. مکرتون به سرتون زد. شما فکر میکنید که مسلمان های موحدین در حق شما خوبسا، ظالمین، متهمین، آدمکشا دعا نمیکنند؟ شما رافضه ها فکر کردید که با من و یک چند طالب علمای اهل سنت رو زدن رافضگی رو در تاجیکستان پهن میکنید؟ الله شما رو خار کرد و باز خار شدن نزدیک است.
باز خور شدن نزدیک است. پس در فیسبوک هایشون میبینم که اینها بر حافظه گویا بحث و مناظره دارند. حضرت عایشه رضی الله عنها را حزبی ها گویا دفاع کرده است. بعد از دفاع کردهش پشیمان عالم شده است که چرا ما عایشه رضی الله عنها را دفاع کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که عایشه رضی الله عنها را دفاع کردند، در درون همون حزب ساختهشون پیمان ملی، رافضه ها تهدید کردند که ما از این پیمانتون جدا میشیم. به مانند رافضه های اسماعیلی ایرانی و رافضه های فروخته شده کارگران امنیتی اطلاعات ایرانی به مانند سید یونس طرفشنی و غیره. اناکه ما به شما حزبی ها سوال میکنیم که آیا دیدید که دفاع کردن صحابگان چقدر مشکل است؟ آیا شما یکمین مراتب دیدید که دفاع کردن مادرمان عایشه رضی الله عنها چقدر مشکل است؟ همه تو خوبسا رفتی از آذری ها معذرت خواهی کردیم. ما دیدیم، ما شما رو دیده شدیم در فیسبوک، رفتید معذرت خواهی کردید. اکا جان اکا گفته او رافضه را 1000 بار معذرت خواهی کردید. مورد به حال شما شرم انسان میاد. خوبسای رافضه ها پکزوخه کردید، نشد. شما خواستید که به حکومت ایران فروخته نشدنتون رو، شیعه نبودنتون رو، یک لطه کاغذ حاجتی دست ایران نبودنتون رو به مردم نشان دید، اما باز شرمنده تر شدید. عاقبت اینا نمین است. عاقبت محمد اقبال و جمشید نمین است. عاقبت محیدین کبیری و همکاری به ایران و به خاطر رافضه شده ایران شده اهل سنت طعنه زدن، افراطی گفتن، تکفیری گفتن نمین است. مذهب ما گجاش تکفیری است. بله ما قبر پرست را مسلمان نمیدانیم. باید الله پرست. چرا قبر میپرست؟ قبر پرست مگر مسلمان است؟ کی گفته این چیزه؟ لا اله الا الله چیز به مبارزه میبرد. این دین ما امین است. چی مشکلی دارد؟ بار دیگر میگویم تاجیکستان اهل سنت هستند. مردم عامه تاجیکستان اهل سنت هستند. مردم تاجیکستان ما را گوش میکنند. طالب علمان اهل سنت را گوش میکنند. شما فروخته شده های، شما رافضه های، بازیچه های دست ایران را گوش نمیکنند. یا اینچنین این ملاهای طاغوتی حکومتی را هم گوش نمیکنند. مردم تاجیکستان مردم اهل سنت و الجماعت هستند. طالب علمان اهل سنت و الجماعت را گوش میکنند. همراه طالب علم اهل سنت و الجماعت که منهجشون قرآن و سنت فهم سلف است، هم در باب اسما و صفات، هم در باب سیاست، هم در باب انکار و بد دیدن رافضه، ولی اهل سنت و الجماعت است. چی مشکلی داره؟ شما میخواهید که به این مردم تاجیکی که اهل سنت و الجماعت هستند عقیده رافضگی را تحمیل کنید؟ هر کسی که همکاری شما رافضه ها را انکار کرد، بازیچه و استعمال شدنتون در زیر حکومت ایران را انکار کرد، انکار کرد که ما منهجان ما اهل سنت هستیم، شما مذهبتون رافضه است، شما او را به قتل میرسونید، شما او را نابود میکنید، شما او را میکشید، شما او را تهدید میکنید، به سر او 200,000 میمونید. به شما کی این اجازت را داد؟ به شما کی این فتوا را داد؟ کدام حکومت به شما این اجازت را داد که شما اینچنین آدم کشی میکنید، اینچنین تروریستی میکنید؟ والعیاذ بالله، والعیاذ بالله. ما این چیز را 3-4 سال پیش میگفتیم، اما بسیاری مسلمان ها این سخن ما را درک کرده فهمیده نمیتوانستند. اما امروز البته که آنها فهمیدند. آنها فهمیدند که بله، در حقیقت سخن طالب علمان اهل سنت درست بود است. در حقیقت اینها فروخته شده های بی ادب های، بی منهج های، آدمکش های، بندیت های تشکیل کنندگان
گروه متشکل جنایی است. 4 سال پیش من گفتم که این کاری که حزبی ها میکند، این روشی که حزبی ها دارد، این روشی ایرانی رافضگی و این روشی ترساننده تهدیدی که میکنه روشی بندیتی هست. در یاد دارید سال 2021 بود من گفتم این بندیتیزم است. کاری که محمد اقبال، محیدین کبیری و دیگر از این اعضایان مشرکین اینا میکند بر سر اهل سنت، این بندیتیزم است. یعنی همون منهج تعلیم گرفتهشون از ایران، از همین حکومت ایران همین قدر وظیفه گرفتن که طالب علمان اهل سنت رو بکشید، نابود کنید، به سر اینها مبلغ ها رو مانید. اینا به قدرت الله ایمان نآوردند. اینها به عظمت الله ایمان نآوردند. اگر به قدرت الله، عظمت الله ایمان می داشتند هرگز این کارو نمیکردند. میگفتند که الله هست، از الله شرم می داشتند. به یک طالب علم اهل سنت قدر ظلم نمیکردند. از بالایش صدها صفحه دروغ نمی نوشتند. خانه به جماعت های بر دروغ نمی کردند. این رافضه های خوبسا در طول زندگیشون انا همچنین کارها را بسیار کردند. اینها بسیار مردم را انا همچنین طعنه زده، فروخته، کشته، نابود کرده هستند. اینها فکر کردند که همین کارشان به سر ما هم می شود، لیکن نفهمیدن که الله ما را حفظ میکرد. قلبی همه بنده هایی که در این دنیا است در زیر انگشت، در بین دو انگشتی الله است. الله چگونه که خود دور میزنه. تو ما را به تمام دنیا فروشیم، این تمام دنیا در زیر کنترل الله است، در زیر اطاعت الله است. الله میبیند و این قلب ها در دست الله است. حقیقت آشکار میشود. حقیقت بندیت بودن شما الحمدلله آشکار شد. حقیقتی یک گروه جنایی یک گروه متشکل جنایی بودن شما آشکار شد. حقیقت رافضه بودن شما، به ایران همکار بودن شما اثبات شد. کی اثبات کرد؟ اعضای خود شما، اعضای پیمان ملی، یکی از حزب دیگر به نام شرف‌الدین گدایف، یک گمراه ضال مضل دیگر درخواست کرده است و 72 ساعت وقت داده است به محیدین کبیری که 72 ساعت وقت طلبات های ما رو بجا. طلبات ها یک چند طلبات است. یکی از این طلبات همین است که همکاری را به حکومت ایران، مبلغ گرفتن از حکومت ایران را بس کنید. این سخن را کسی میگوید که در پهلوی محیدین کبیری بود، اعضای پیمان ملی بود، هر دوش گویا مخالف بودند، اینا هم بودند. او میگوید که تا زمانی که طلبات ما را به جا نآوردید ما از این اعضاگی خود از پیمان دست میکشیم. من چرا این چیزها را نقل میکنم؟ به خاطر اینکه ما این سخن را 10 سال است که میگوییم. ما در تاجیکستان میگفتیم، در تاجیکستان سال 2005 و 6 و 7 و 8 میگفتیم که ای حزبی ها، ریاست عالی شما رافضه هست. ای حزبی ها، شما هزارها جوان اهل سنت را بردید از سید عبدالله نوری گمراه شده تا دیگر به قم برای تعلیم کردن بردید و فروختید. هزارها جوانی که پدرش اهل سنت بود، بابایش اهل سنت بود، خودش حنفی میگفت، در مذهب حنفی بود، بردید و رافضه کردید. به نزدیکی یک چند جوانها را از یک منطقه تاجیکستان بردید برای ایران، برای مشق و این آن به جانشینش حزب نهضت. شما فکر میکنید که در تاجیکستان مسلمانان اهل سنت و الجماعت مردگی هستند؟ شما فکر میکنید که ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت به این کارهای شما چشم میپوشیم؟ شما خود را کی فکر کردید؟ از همه بالاترین کسی که به شما هیچ کس سخن کرده نمیتواند، کفر بر شما، به حزب شما، ای مشرکین کفار. ما اهل سنت و الجماعت زنده هستیم و مردم اهل سنت و الجماعت شما را هرگز نمیپذیرند. بله، هزارها، یک چند هزار جوانها را بردید فروختید. یکی از این فروخته شده ها، گمراه شده ها، این
سیدونوس استرافشنی است. یعنی اولین دلیل برای اینکه حزبی ها همکاری با ایران میکرد خودی محمد کی بودین؟ گدایف میگه که شرط اول این است که علاقه رو همکاری رو از حکومت ایران بس کنید، پول گرفتن رو از حکومت ایران بس کنید. جانشین محیدین کبیری گدایف میگه. شرط دوم میگه اعضاگی سید یونس استرافشنی را از پیمان ملی دور کنید. این دلالت به چی میکند برادر؟ اعضای این پیمانشون، همین پیمان ملی که اینا ساختگی هستن، درونش پر از رافیزه است. کنترل، حتی رافیزه ها خیلی درجه مرتبه دارد. رافیزه ها را استاد میگویند. رافیزه که آشکار واضح در فیسبوکش برآمد، صحابگان را لعنت خوند. رافیزه که خبیث، یعنی سید یونس استرافشنی لعنه الله، کافر حرامی، امروز در ایران زندگی میکند. مذهب فروخته، فرزندانش در فیسبوک مادرمان عایشه را، صحابگان را حقارت، دشنام، لعنت کرد در روز عاشورا پیش از اون و بعد از اون. حالا همین انسان حالا در پیمان ملی اینا است، مشورتچی، یعنی عضوی ریاست است، از یعنی اعضای بزرگ یک حزب انجمن آزاداندیشان است و از نظر این حزب در پیمان ملیشان است. یکی از جانشینان کبیری دیگر، یکی از مصلحت دهندگان شورای بزرگ این حزب است. یعنی کسی، من چرا میخوام کسی که صحابگان را کافر میگوید، مادرمان عایشه را والعیاذ بالله فاحشه میگوید، برادر اینهاست، در مجلس اینهاست، مشورت دهنده اینهاست، نامش دامالله است. دامالله سید یونس استرافشنی آیت الله، خبیث، مشرک، لعنه الله، رافضی. انا همین را حزبی ها، حزب نهضت پیرواش دامالله میگه. این خوبسا رافضه را دامالله میگه. و این دامالله نامی ملاهای اهل سنت است. ای خوبسای حزبی، نامی دامالله را هم شما ویران کردید. همین رافضه را دامالله گفتن خودش به اهل سنت خیانت است. رافضه را شیخ گفتن به اهل سنت خیانت است. دامالله جان، دامالله. رافضه را دامالله میگن، مشورت میدهند، مشورت میگیرند. عضوی بالا مقام ریاست پیمان ملی است. تقدیر مسلمان های تاجیکستان را گویا اینها حل میکنند. همین 4-5 رافضه گپ زده نمیتواند، با خودش خیلی هم زور میگیرد. کمی با ایرانی صحبت میکرد، اینجوریه آنجوریه، او فکر میکرد که با همین گپ زدن خیلی علامه شد. رافضه لعین آشکار و واضح تمام صحابگان را لعنت میکند، دشنام میکند، شب و روز سخنهای مشرکین خمینی خامنه‌ای را منتشر میکند. حزب نهضت پیروانش او را دامالله میگه. لعنت بر شما، توف بر شما، خائنان مسلمان ها، خائنان اهل سنت. عجیبی کار، نکته رو من میخوام به شما رسونم. بر رافضه یک بار کاری نداره. رافضه را از پیمان ملیشان دور نمیکنه. از این پیمان شرکی، پیمان طاغوتی، پیمان زلالاتشان دور نمیکنه. به این برادرند جانانه، مستانه. اما هر برنامه‌ای که محیدین کبیری برآمد، اقبال و دیگر جماعت متشکل جنایی از شاگردان محمد اقبال کبیری، از جمپولی که بنگی و غیره برآمدند، اینها فقط تهدید به اهل سنت میکنند. ما چیکار کردیم؟ قرآن گفتیم شرح دادیم، حدیث گفتیم شرح دادیم و ما گفتیم مذهب ما اهل سنت است، ما رافضگی رو قبول نداریم، ما حزب شما رو قبول نداریم. از نظر شما رافضه کافر هستید. به همین سخن ما شده به ما حکم قتل رو برآوردند. به ما 200,000 بصری بنده گذاشتند. به بالای ما به تمام کشورها بر دروغ ما را تهمت کرده، به جماعت هایی که ما همراه نیستیم همراه کردند. برای تهدید، برای بریدن سر ما خواستند که ما را، زبانمان را خاموش کنند.
خواستند که رافضه را منتشر کنند. انا این خوبسا را دیدید رافضه ها رو در پهلوش رافضه است کاری ندارد. رافضه را داملا میگه طالب علم اهل سنت را 200,000 گیر سریش بر نابودش کن کش میگه و آشکار واضح ما را به فلان جماعت نسبت میتید، جماعت های جهادی به ما را نسبت میتید. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه اگر ما را به این جماعت ها نسبت داد اینها به همین واسطه حکومت ها را استفاده میبرند. حکومتی نمیدانم اروپا باشد یا دیگر حکومت ها باشد، اینها به همین واسطه اونها را استفاده کرده گویا که ما را طعنه میزنند. این حکومت ها به گفت حزبی ها باور میکند و ما را نابود میکند و اینها خلاصند، اینها پیش میروند. برای چی؟ برای که اینها با همین روش کارشان بله بسیار انسان ها را تهمت کرده است، بسیار انسان ها را حتی کشتند و بسیار انسان ها را نابود کردند. من در آینده در ردهایی که به اقبال خبیثی شرمنده میزنم تاریخ کشتن علمایشون را که در حتی در همون وقتش این علما را کشتگن بیان میکنم. سیاست اهل سنت و الجماعت این چنین نیست. قرآن سیاست دارد، سنت سیاست دارد، دین ما سیاست دارد. سیاست دروغ گفتن نیست، سیاست ناحق آدم کشتن نیست، سیاست آدم بر دروغ خیانت کرده فروختن نیست، سیاست تهمت کردن نیست، سیاست یک گروهی متشکل جنایی شده مردم در هر کجا قاپیده تهمت کردن نیست. سیاست به مانند زنهای فاحشه گفتم نگفتم دروغ راست غلغله کردن نیست. سیاست در نزد اهل سنت و الجماعت پاکی است، سیاست پاک وجدانی است، سیاست حق گویی است، سیاست اصل و اساس سیاست عدل است، عدالت است، دور شدن از ظلم است. هر سیاستی که بنیاد به ظلم شد شکست نزدیک است، برای شکست نزدیک است، سقوط نزدیک است. سخت‌ترین شکست را همون سیاست مدار و جماعت های سیاسی میبیند که عدل ندارد. سیاست در اسلام پایه اولین سیاست عدل است، این کار ظلم است. در زیر یک حکومت اسلامی از سبب عدل الله را ببینید که گفت یهود نصارا مجوس زندگی میکنند آزاد با شرط های 10 شرط عمر گذاشته رضی الله عنه که از قرآن و سنت این شرط ها رو عمر رضی الله عنه گذاشتن. شروط العمریه می در کتاب احکام اهل الذمه ابن القیم الجوزی ذکر کرد. عدل این است. در اسلام سیاست برای حق را به حقدار رسانیدن است، حقدار را به حق رسانیدن است، مظلوم را دفاع کردن است، دست مظلوم را گرفتن و ظالم را نصیحت کردن است. برای همین پیامبر سیاست را تعلیم دادند و گفتند انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را که ظالم است یا مظلوم است کمکش کن. گفتند که ما مظلوم را میدانیم که باید کمک کنیم، ظالم را چگونه کمک کنیم؟ گفتند ظالم را دستش را گیر از ظلم دار، ظالم را نصیحت کن، ظالم را از ظلم کردن باز دار، بگو که این ظلم عاقبتش جهنم است. ظلم الله به نفس خود حرام کرد. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم را به نفسم حرام کردم، در بین شما هم حرام قرار دادم، به همدیگر ظلم نکنید، به همدیگر ظلم نکنید. این خوبسای رافضه، این مخالفای حزبی های رافضه ظلم را شب و روز دارند به حد اعلا میکنند، خصوصا در حق ما، در حق اهل سنت. اینا یافتن یک جماعت میگیرن به سری ما یا میزنن یا ما به چیزی خواهند میگوین. به اینها هیچ کسی اجازه نداد. ما عدل را از هیچ کسی ندیدیم بجز از ذات یکتا، از ذات پاک، از الله رب العالمین.
در حقیقت الله عادل است که اینها را خوار و ذلیل کرده. امروز این ظالمان به جان هم در افتادند. امروز این ظالمان همدیگر را طعنه زده، پنهانی های همدیگر را آشکار کرده، به همدیگر انا همچنین معامله کرده است. از جنایت های متشکل خود، از دزدی های خود، از حرام خوری های خود مرحمت گفته شدند. در حقیقت دزدند، در حقیقت حرام خورند، از جانب مالی اقتصادی دزد و حرام خورند، از جانب آداب و ثقافت و فرهنگی بوی آداب و اخلاق را ندارند. بدترین فحاشترین زبانشان از زبان مار و کژدم وزنینتر است. به شرمترین انسان ها، به حیاترین انسان ها انمینا هستند، برای اینکه آداب و مدنیت ندارند، زیرا که ایمان ندارند. الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نداری هر کار میکنی. این خوب است از سبب بیشرمی گروه باز میکند، صدها هزار نفر زن و مرد، کودک خرد و کلان میبیند. در درونی گروه 100,000 نفرشان فقط فلان کنم به تو به فلان جایت، تو مرا فلان کن به فلان جایت. این فحاش ها، این فاحشه ها کرامت انسانیشون از بین رفته، آداب انسانی و اخلاقی ندارن. من نمیدونم اینا چگونه زندگی میکنن، با فرزندان خود چگونه نشسته طعام میخورن. اینقدر شرمنده است. این یک مصیبت امروزه بسیاری بلاگرها و این مخالفها و بسیاری مسلمان های تاجیک ببینید یا غیر تاجیک غیر مسلمان را میبینید، کافرش هم مسلمانش هم مشرکش هم میبینی که به ادب است. یگانه کسانی که با آداب هستند، با اخلاق هستند، والله این اهل سنت و الجماعت، فرقه ناجیه، طائفه المنصوره، ان ما است با فضل کریم الله سبحانه و تعالی. در یک گروه از نظر آداب ببین که آداب، ثقافت، مدنیت ندارد. 4 ساعت 5 ساعت فقط فلان به هیچ گفتار راست نمیاد. از نظر اقتصاد حرام خور است، دزد است، همش دزدی دیگرش میگد. از نظر آداب، مدنیت و ثقافت ندارد. از نظر سیاست باور بکنید هیچ سیاسی نیست. اینا به مانند همون زنانی تنفروشی که در لب آب چک 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 میکنند، انا مخل چک و چک میکنند. این سیاسی نه، این سیاست نیست. آدم سیاسی میداند که چگونه معامله کند. ما سیاسی هستیم، ما طالب علمان اهل سنت، ما مردان سیاسی و سیاستی هستیم. تخصص خودی بنده سیاست است که در مدینه منوره در کلیه شریعت خوندیم که یکی از 2 سال تعلیمات میده سیاست و شرعیه رو. اسلام سیاست است، قرآن سیاست است. فحاشی، فاحشگی، بندیتیزمی، احمقی، تهمت و دروغگویی سیاست نیست، شرمندگی است، حیوانی است. از نظر دین اینها دین ندارد، اینا رافضه است. شرافالدین گدایف خودش گفت که اینها سید یونس استرافشنی اعضای پیمان ملی، این کارگر یک انسان اطلاعاتیه که در امنیت ایران کار میکند، فعالیت در امنیت ایران کار میکند، در سپاه پاسداران است، من نمیدونم کدام اون امنیتی کار میکند. و پیمان ملی در درونش رافضه است، قبوری هست و این با خودش همون اعضای پیمان ملی گفت که این حزبی ها محیدین کبیر مستقیم از محیدین کبیری طلب میکرد که از ایران دیگر پول مبلغ نگیرید. ما چندین بار گفته بودیم که اینها مبلغ رو میگیرند و بر عوض مبلغ اهل سنت رو نابود میکنند. انکنون نقطه دیگر برادران اهل سنت، ای مسلمانانی که امروز در تاجیکستان هستید، به خود بیایید، به خود بیایید. نشود که به این حیاهوی این خوبسا، به غلاغله این خوبسا داده شود سرزمین شما را رافضه ها به مانند سرزمین یمن کند. یمن را چیکار کرد؟ اول آزادی گفتن در یمن. در یمن بله حکومت دیکتاتوری یک طاغوتی بود، ما این به شک نداریم، لیکن مسلمان های اهل سنت مدرسه داشتند، مسجد داشتند، خطبه داشتند، علما داشتند.
درس میخوندند، درس میدادند. اهل سنت روز به روز قوی شده رفته ایستاده بود. آزادی گفت حوثی ها به بعضی از جوهلا پیوستند، حوثی ها غلبه کرد. بالاخره حالا ببین که در یمن چه حالت است، اهل سنت در کدام حالت است. حوثی ها همه جا را ضبط کردند، اهل سنت را قتل میکنند. عراق را نظر بکن که رافضه ها چیکار کردند. سوریه را نظر بکن که رافضه ها چیکار کردند. بشار اسد خونخوار چقدر تا حاضر طرفداری میکنه. نظر بکن جایی که یک حزب به اونجا در آمده همکاری با رافضه دارد، در همون جا قتل و کشتار اهل سنت فقط به پیش است. لبنان را نظر بکن، حزب الله، این کفار و مشرکین در لبنان است. حزب الله نظر بکن که چقدر در یک حالت حکومت یک حکومت طاغوتی است. درباره مسلمانان اهل سنت میگم، مسلمان اهل سنت رو یک بار نظر بکن که چگونه زندگی میکنه. هر جایی که در اونجا مسلمان ها عقیده اهل سنت خود را نآموختند، به عقیده اهل سنت چنگ نزدند، عقیده اهل سنت را قدردانی نکردند، از رافضه ها براءت نکردند، رافضه ها را ترک نکردند، رافضه ها به خودشان دادند، به آغوش رافضه رفتند، انا همونجا دور است یا نزدیک به یک میدان خونریزی اهل سنت مبدل میگردد. نابود شدن طالب علمان اهل سنت، کشته شدن زنان اهل سنت، تجاوز شدن ناموس اهل سنت در جماعت، در راه ها، در کوچه ها، در مسجد ها لعنت کردن صحابگان، سوختن قرآن و سنت، دشنام کردن صحابگان و تکفیر کردن اونها و ناپاک به ناپاکی یاد کردن مادرمان صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهم اجمعین در اون منطقه به وجود میاد. حالا هم در تاجیکستان نیست، حالا هم در سرزمین آسیای مرکزی رافضه ها در کوچه ها نمیبرایند. تا به حال این جرأت ندارند. لیکن اگر ما اهل سنت و الجماعت ثابت در دینمون نیستیم، صادقانه نیستیم، این خوبسای حزبی ها بنام این مبارز ها، بنام این بی‌ادب، این بندیت ها و بندیتیزم ها، اینها به خاطر کرسی خود، به خاطر پول مال خودشون را به رافضه فروختن به تیارند. از رافضه هم سخت اینا شیطان به خودشون می فروشند. اینا به رافضه خودشون را فروخته، به پول مال رافضه آمده در تاجیکستان کی را میخواد زنده کنند. وقتی که ایران به تو مبلغ داد، تو باید به او جواب بگویی. جواب چی می شود؟ وقتی که اینها حکومت را گرفت، به پولهای از ایران خورده چی جواب میتن؟ یکم کن اینها مدرسه های رافضگی را اجازت میدهد، کتاب های رافضگی را اجازت میدهد. شاید خط تاجیکی که امروز است خط را فارسی کند، یک بار خط را فارسی میکند، تمام ادبیات ها را از ایران می آورد که در درونش فقط رافضگی است. برنامه های مکتب را برنامه های رافضی میکند، در دانشگاه ها در ایران خونده آمده ها را استاد قرار میدهد، مسجد ها را از ایران خونده آمده ها را میکند. هزارها جوانهای تاجیک را به ایران برای آموختن رافضگی ارسال میکند. بعد از 15 سال یا 20 سالی حکومتداری این خوبسا میبینی که در تاجیکستان هزارها رافضه در کوچه های تاجیکستان رافضه ها عاشورا کرده، در مسجدها عاشورا و دشنام صحابگان و مادران مؤمنان شروع می شود. برای چی؟ برای اینکه من و توی اهل سنت خوب است، برای اینکه من و توی اهل سنت دست به دست هم ندادیم، برای اینکه من و توی اهل سنت طالب علم اهل سنت رو قدردانی نکردیم، برای اینکه من و توی اهل سنت قرآن و سنت فهم سلف این امت رو دعوا کردیم و عمل نکردیم، برای اینکه من و توی اهل سنت پروای دین نکردیم، برای اینکه من و توی اهل سنت این خوبسا رو نشناختیم. فرزند تو آینده بعد از 2-3 نبیرت شاید رافضه شود به سبب بی‌پرواگی تو این روز بی‌پروا باش، بعد از 4 طبقه فرزند رافضه شود. همین به خاطر چی؟ به خاطر شکمی
حزبی. اینا میخوان کرسی گیرن. اینا به خاطر کرسی گرفتن به همه کار تیارن. محمد اقبال مگر نگفت من با نتانیاهو همکاری میکنم. نتانیاهو که دوستی میکنم میگه به خاطر اینکه مرا کمک. والله اگر این چنین پست، این چنین رذیل، این چنین آدم کشا، این چنین بندیت ها رو تاریخ کم دیده است. این چنین نوجوان مردها، این چنین بیشرم ها رو تاریخ کم دیده است. من حیرانم که برای چی بسیاری ها نمیفهمند یا بسیاری ها هم همچنین هستند. نه، من باوری دارم که بسیاری جوان ها الحمدلله از اهل سنت و جماعت فهمیده شدند. از روش شما آگاه باشید، از پلیتیکا ها آگاه باشید، از پلیتیکا ها آگاه باشید. شما کورکورانه پیروی از رافضه ها نکنید. همه همین مخالفا را یک دامالله، اینها میگن دامالله، ما اون را آیت الله شیطان تاقی خبیث مشرک میگیم. همین سیدونی سیسترشنی یک رافضی دارد کنترل میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این نماینده ایران است، از ایران برای نو مبلغ میاد. بالاخره الحمدلله رب العالمین که الله سبحانه و تعالی چهره های واقعی اینها را روز به روز کشاده کرده شده است و شاید هفته آینده باز یک تحلیل سیاسی در یک مسئله دیگر را در تحلیل هشتم میگذارونیم. این تحلیل هفتم بود. تحلیل هشتمی ما در پیش است. ما 4 برنامه را نقشه کشیدیم و ما پیش میرویم. چگونه ای که نوجوان مردانه به اهل سنت ضربه زدن، به سری ما مبلغ را گذاشتند، به بالای ما دیله های بر دروغ ساختند، حکم قتل ما را دادند، رافضه ها را پیش میگیرند، فروخته شده به ایران هستند. ما حقیقت اینها را آشکار میکنیم. تا روزی که دست نکشند ما هم به اینها شرط میگذاریم دست کشید از ایران، دست کشید از رافضه ها را از بینتون دور کنید، توبه کنید، به زیر قرآن و سنت بیایید، مسلمان اهل سنت شوید. ان شاء الله نصرت الله میآید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.